دیگه آخه خلاص شد. آقای مدیری جون حالا که از ما تعریف که خوشت اومد قربون، ما اگه بخوام وارد سینما بشم چیکار باید بکنم؟ شما که بیا بغلم. رامبد میشه شما و بقیه چند لحظه بیرون باشید؟ ما برم بغل آقای مدیری. خدا دارم دیونه میشم. رام عشق کردم. تو کدوم کارهای مهران رو دوست داری؟ سعی میگه کدوم کرام بود. ما با کارهای آقای مهران مدیری بزرگ شدم. به خدا رام بود. آشنایی ما با آقای مهران مدیری سر کارهاشون نیست. چیه کجا؟ ما از عراق آشنا بودم با آقای مدیری. از مگه گذشته ها. تو مگه عراقی؟ تمام عراق رفیقا من رام بود جان. نه بابا. به خدا. همه یه ایران رفیق داره. آره. تمام بچهای محل آسیاب خرابه رازون رودخونه خشکه دست نداره عراق. درست میگه؟ آره رام بود جونم. اشتراکات ما و آقای مدیری خیلی زیاده. چیه؟ خیلی رام فکر بود. نمی کنم. چرا؟ به خدا خیلی زیاده رام. بگو. ما هم یه شبهای تو خواب ناخودآگاه تخلیه میشم. جان این همین. اصلا خیلی صبحش چقدر بده رام بود. حالا باید بلند شی دوشکت بندازی رو بند خشک بشه. به روانشناسم هم گفتم همینو گفت دقیقا. چی گفته؟ گفت باید کمتر آب بخوری. من نخواستم بازش کنم دیگه. ما دیگه باز کردم کامل. دکترم بهم گفت یکم ترموستاتت مشکل داره. خب اجازه میدی با گپمون ادامه بدیم؟ سلامت باش. ما مخلص شما هستم. مهران شنیدم یه کتاب شعر داری که یعنی میخوای یه کتاب شعر به زودی آماده و ارائه بدی. توضیح میدی راجبش؟ شعر که خب نمیتونم بگم برای اینکه شاعرای درجه یک داریم و اینا. اون چیزی که من میگم شعر نیست، ولی نوشتم از خیلی سالهای پیش. 3 بخش داره. نوجوانی. از نوجوانی؟ آره شعرهای جنگ که مثلا مال اون دور است و بعدش تا امروز. آره شعر نوعه و شاید تا مثلا 1 ماه و نیم 2 ماه دیگه چاپ بشه و بیاد بیرون. آره. اسم کتاب؟ نمیدونم هنوز. و مثلا چقدر این حجم شعرها زیاده یا کتاب قطوره؟ نه قطور نیست. شاید 30 تا شعر باشه. موهی دارم زیر لب لا حول ولا میخونم برای آقای مدیر. اینقدر که قشنگن. آقای مدیر آرمیتاجان خوبن؟ خوبه. روی سلام خیلی برسونید. روی ماه تو میبوسه. میشه نبوسه؟ همه از دور دست تکون بدیم برای هم دیگه. از دور. با خدا عشق میکنم آقای مدیری. اینقدر حیوانای دوست داری رام بود. خیلی. با خدا ما تو همین کشور دیدم یه آدمایی هستن با حیوونا بد برخورد میکنن. رام بود جان فیلماش هم در اومده. من بعد ما بفهمم توی کشور کسی با حیوونا بد برخورد کرده دهنش کاگل میگیرم. آفرین. به نظر تشویقت کنیم. این بدرفتاری با بچه ها با حیوانات چیه انقدر زیاد شده؟ یه جور مریضیه. از چی میاد؟ از کمبود شخصیت هایی که مشکل دارن بدرفتاری میکنن با بچه ها و حیوانات. اصلا جهان بدون حیوانات معنی نداره در واقع. و بچه ها که دیگه اصلا هیچ قنده اصلا. ولی کسایی که این کارو میکنن مشکل روانی دارن، مشکل روحی دارن دیگه حتما. انسان نرمال نمیتونه این کارو بکنه. رامبو جان بله. تو هم حیوانایی دوست داری؟ خیلی عاشقه. راست میگی؟ آره. رامبو 30 تا جان پشه کشتی. نه خب پشه که حیوان نیست البته. یادم نبود. رامبو جان بله. تو که حیوانای دوست داری قربونت برم یه روز بیا ما کبوتر دارم روپایی میزنی. اینو قشنگ بهت نشون بدم. پایه این همه با هم یه چیزی بخونیم برای آقای مدیری. حتما. همه باید همراهی کنیم. دقیقاً. چی باید بگیم؟ همه باید بلند جواب بدن مهران مدیری. برو بریم. از ساعت خوش تا حالا مهران مدیری. از ساعت خوش تا حالا مهران مدیری. همیشه بودی اون بالا
دانشگاه پر نفتی مهران مدیری اجرا میکنی ناز مهران با شلوار پاچه دراز مدیری با کاپشن زیپ دارد مهران مدیری خدا باشه نگهدارد مهران مدیر والا خدا باشه نگهدارد ای جان دلم بخدا مرسی از ته دل با عشق با خدا برای شما آقای خیلی ممنون قربونت برم او کار ما رو هم حلال کن عذرخواهی میکنم ما تو تماشاگرها بودم نفهمی کردم او فیلم او قسمت گرفتم 500 میلیون فروختم به اون شبکه حلال کن دستم در رفت سلامت باش خیلی ممنون خیلی ممنون خدا قند عسلی رام بود آره نزار بره امشب نه تا صبح اینجاییم گفتم لباس خونه و زیر و اینا میاریم بگو از فوتبال چه خبر؟ فوتبال که دیگه ردیف که اسپانیا که خلاص شد رامبو جون چطور؟ لوپتگی انداختمش بیرون کی هست؟ مربی اسپانیا تو انداختی بیرون؟ دقیقاً لابی که رامبود مگه نمیدونی ما مدیر ارتباطات مویرگی تیم ملی شدم نه بابا خدا خب بعد چه جوری تیم اسپانیا چی لابی کردم رئال مادرید لوپتگی رو خرید خب فدراسیون فوتبال اسپانیا شاکی شد لوپتگی افتاد بیرون خب الان دیگه خلاص ما صعود کردیم رو همین جان یعنی با این قضیه ما اسپانیا رو میزنیم بله دیگه امشو شما شلی پاکلیری رو امشو شما شلی پاکلیری رو امشو شما شلو پتگی بیرون امشو شما شلو پتگی بیرون امشو شما شلی پاکلیری رو امشو شما شلو پتگی بیرون امشو شما شلو پتگی بیرون انداختمش بیرون اسم این آقا چیه؟ کی؟ همین آقایی که گفتی؟ لوپتگی میگم و این بیرونه شما و آقای مدیری هم که عجیب تو فوتبال سر رشته داریم آره من فوق تخصصم تو هم نگاه نمی‌کنی؟ این بازی رو چرا؟ نه اصولا یعنی فوتبال نه اصلا نمیدونم چی هست خیلی تیم خوبی هستین با هم به خدا آقای مدیری کوکا یه مشکلی ما داریم آخر قهوه تلخ چی میشه بالاخره به خدا داریم دیونه میشه چی شد کیانوش چه اتفاقی میفته براش جدا قرارمون این بود قصه این بود که بیایم حمله کنن خب از یادم رفت کی بود اون پادشاه بزرگی اون موقع که اسمشو میبردیم یادم رفت لطفعلی خان زند یه هم چیزی حمله میکردن اینجا همه رو تسخیر میکردن اون لابلا ما با سیامک قهوه میخوردیم و رو برج میلاد بودیم برمیگشتیم به زمان حالا تو منم باش میومدم حالا چه جوری معلوم نیست قرار بود اینجوری دو قسمت آخر طی بشه که نشد نمیاد بیرون هیچ وقت دیگه اصلا ساخته نشد آره نه دیگه نه کاخی هست نه دیگه بازیگرایی هستن خدا رحمت کنه عارف لرستانی رو نه عارف هست آره دیگه گذشت واقعا درست میگن که یه قهوه تلخ بهتر از یه تلخی بی قهوه است واقعا درست یه بار دیگه بگو یه قهوه تلخ بهتر از یه تلخی بی قهوه است آلمانیش هم میشه اونجا خن بخلوخین و خشن الیور کان چرا اینه گفتم مثلا آفرین که انقدر مسلطی ببخشید یه لحظه آقای مدیری با شهاب حسینی قاطی کردم ولش کن خیلی هم خوب آقای مدیری کوکا چاکر ببخشید بفرمایید ما عاشق شدم یه تبلت بهم میدین بله عکس 3 نفره من و تو و مهران با هم بندازیم با کله میشه تشریف ببرید یه سوال بکنم بله انقدر جناب خان عزیزه دوست داشتنی انقدر حس داره نوکرتون و یک شخصیت مستقله با خندوانه تموم میشه جناب خان یا ادامه داره توی شکلی نمیدونم یعنی توی یک جای دیگه یعنی یک فضای دیگه باید همیشه باشه آخه به نظرم همینطوره باید همیشه باشه یعنی خندوانه و من هم نباشیم جناب خان باید ادامه بده رامبود نگو همون ته دلم خالی شد کی نباشی شما که تو همین الان 100 سال از خدا عمر گرفتی رامبود جان 200 سال دیگه هم رو 100 سالت انگار بچهای 5 سال بالا پایین میپری ماشاءالله
بیام عکس بندازیم با میام اونجا عکس کله بندازیم. خدا ای خدا اومد اووردیمش تیش گرفتم این دل که آتیش گرفته آی تیش گرفته ای جان واو جلوتر بینم پسر. چه لحظه ای داره ثبت میشه کاش رامبو توی عکس نبود چه عکسی میشد بیا بابا بیا نه بیا تکون نکن. شوخی کردم با خودم ای جان. ستاییش کن غلط کردم ستاییش کن ستایی گرفتم بیا وای جان بفرمایید. میتونم ببوسمت؟ با خیلی کله هم بخورم میچسبه. وای. آره. بوس با مدیری بوس با مدیری هوو دارم هوو دل بیقرام جان ای جانم ای جان آقا وای بچه‌های عکاسمون عکس نگرفتن ستاییمونو. آقای مدیری تو نرفتی کوکا اینم باید برام امضا کنی بیا صبر الان کن. عکسو نه اینم بندازیم. میخوام تو عکس باشه اینم تو بیا. عکس باید باشه به عنوان چی هست؟ یادگاری این لوله مو نگه داشتم از همون قدیما این چی؟ چاکرم متشکرم. مرسی یه خودکار بدین این آقای مدیری برای ما